سلام دوستان عزیز، ما امروز اومدیم با آموزش ساخت پورتال جهنم یا اون دروازه جهنم. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان ببینید، اول میخوام بهتون یاد بدم چجوری میتونید ابسیدین رو به دست بیارید. ما اینجا یه دونه آب داریم. حالا اینو برای ساخت پورتال ندر برای ساخت پورتال دروازه دراگون، دروازه جهنم نمیخواد، ولی من الان اینجا دارم بهتون میگم چجوری ابسیدین رو به دست بیارید که بعداً شکل دروازه کنین و همون دروازه درستش کنین. خب ببین دوستان، اگه آب به این لاوا برخورد کنه، همونطور که دیدیم تبدیل به این بلوک میشه، یعنی ابسیدین، و ما به ابسیدین نیاز داریم تا بتونیم دروازه ندرمون رو درست کنیم. اما الان ما این آب رو برمیداریم که سرعت که بعد همین که لاوا کلن بزنیم ببینید الان. اما اگه لاوا به آب برخورد کنه، دیدین سنگ تشکیل میشه. پس باید حتما آب به لاوا برخورد کنه تا ابسیدین به وجود بیاد و ما بتونیم دروازه جهنم درست کنیم. دوستان یا عالمه اس بهش گفته شده، هی دروازه ندر، دروازه دراگون، دروازه جهنم. من هی گیج شدم دوستان، واسه همین که هی هنگ میکنم. دوستان ما اینجا اول ما اینا بندازیم، بریم بیرون. اول از همه ما به فندک نیاز داریم. این فندکه. خب بعد حالا هم به ابسیدین نیاز داریم. الان 2 تا ابسیدین در کل وجود داره. یکی بابا بیا دیگه تو هم، یکی ابسیدین فعال و یکی ابسیدین غیر فعال که برای ساخت پورتال ندر و ابسیدین غیر فعال نیاز داریم. ابسیدین فعال ما نمیخوایم. در ضمن مثلا این ابسیدین فعال توی نیست مثلا با برخورد آب به لاوا یا برخورد لاوا به آب درست بشه. نه، باید برین توی اون پورتالای خراب به دستش بیارین. حالا ما به این بلوک نیاز داریم و اینجا هم بهتون گفتم چجوری میشه به دستش آورد. اول از همه من اینو خراب کنم. بس دوستان ببینید، من دیدم هیچ جاهایی اینطوری میان درست میکنن. اینطوری بابا تو چی میگی؟ یه اینطوری درست میکنن. نه، این غلطه دوستان، این غلطه. الان من فندک میزنم، بفرما اتفاق خاصی نیفتاد. الان ازش رد بشیم بازم اتفاق خاصی نیفتاد. این کلا غلطه. گول اینایو نخورین که میگن اینطوری درست میشه. نه، اینطوری درست نمیشه. تمام باید مثلا حداقل از 2 تا در درست کنید، بعد بالای اون 2 تا در مثلا از 2 تا دریچه باشه. آره، بعد یه این شکلی، نه اون شکلی که اینجا درست کرده بودم. حالا فندک افتتاحیه رو من میزنم. خانم ها و آقایان، دختران و پسران، به شما اولین دروازه جهنم را به شما معرفی میکنم. با شماره 3 فندک رو میزنم و دروازه تشکیل میشه. 1 2 3. بفرمایید دوستان، این از دروازه قشنگ. الان بریم یکم توشون رو ببینیم. الان اینجا این گرز من دارم، بعد یه سپر من بردارم. سپر اینجاست. گلدن اپل اینجاست. تو هم اینجا دیگه. خب دوستان 1 2 3 میریم داخل.
دوستان الان چون برای من بی نهایت بود اینطوری سعی اومد. اگه برای شما سروال باشه، اگه برای شما سور آف آیل باشه باید یکم طولانی بشه. الان دوستان اینجا این ندر رو من قبلا اومده بودم و اینم از ندر و اینا همینجوری آزمایش‌هایی که من روی این موجودات عزیزمون امتحان کرده بودم. این هم از ندر. یکم بگردیم ببینیم چیه. دوستان ببینید ندر در حقیقت دو نوع جنگل داره. یکی جنگل سرخ که رنگش همونطور که میبینید سرخه و یکی که در اون این موجودات دانا، راستش اینا خیلی دانان. خب بعدم توی استریم بعدی بهتون میگم دقیقا چرا باهوشن. یکی از اینا یکم حیوونه اینا، خب که منبع اصلی غذاه. و بعد دوستان ببینین پترون میشه جونه. و یه زامبیایی بودن اونا هم همینطور و همینا. و یکی جنگل آبی. یعنی چی؟ یعنی جنگلی که رنگش آبیه. و من اون موقعی که اونجا رفته بودم، خب تقریبا تنها موجودی که اونجا میشه پیدا کرد و بعد دوستان تقریبا توی همه جای ندن شما میتونید موجودات وحشتناک رو پیدا کنین که بذارید من سروایوال کنم. این موجودات خیلی وحشتناکه. بذارید الان من سروایوال کنم. این قضیه سیاه‌پوستم درست شد. نگاه کنین. دلش من شلیک کن. الان من جاودانم ها. ببینین یه سری چیزی پرتاب میکنه شما میترکین. حتی این فکرش در حد کریپره. بعد کشتنش هم میگم سخته چون همونطور که میبینید شناور منو میسوزین نامرد. حالا الان چون این ماینکرافت مود شده است، البته اینم توی همه نوع ماینکرافت هستا. پورتال هم همینطور. بعد این اندرمنان که اینا همون اندرمنان که توی چیز هستن. بابا تو بس کن دیگه. اسم اینا گسته ها. اسم اینا گسته که به انگلیسی میشه روح. البته هم عاقلانه است چون راستیتش اینا شناور و قیافه‌شون هم شبیه روحه. خب دوستان پورتال کجاست؟ دوستان یه لحظه پورتال کجاست؟ پورتال جون او. بعد دوستان باید خیلی تو ندر مراقب باشین چون از اینا داره و اصلا هم شوخی نداره. یعنی اقیانوس گدازه داره که واقعا وحشتناکه. پورتالمون اینجاست. بعد دوستان اگه شما مثلا 2 تا پورتال درست کنین و استیف کوکی رو دوستان اگه مثلا شما 2 تا پورتال درست کنین، خب حالا من از اون پورتالای غلط درست میکنم. شما الان اینطوری مثلا درست نکنین چون اینطوری درست نمیشه. اگه اینطوری باشه مثلا شما از این جا وقتی میایم بیرون، اگه از این تو برگردیم مثلا این توی اون یکی دنیا ها هم آوالندی که ما توش به وجود میایم. خب اگه اینو بسازین مثلا از این وارد میشین از این خارج میشین. گرفتین چی میگم؟ اگر مثلا یکی از اون پورتال ها بکنید واقعا خطرناک میشه چون یا مسئلت ناکجا آباد اون یکی پورتال ایجاد میشه و خیلی خطرناکه چون ممکنه دیگه شما از خونتون از همه چیزتون دیگه گم بشین، دیگه نمیدونین کجایین. اگه شانس بیارین نزدیک خونتون به اسپاون اون پورتال اسپاون میشه. برو ببین. بعد دوستان اگه این سری مثلا این موجودات هم از اینجا رد بشن مثل من، خب یه جایی به سرعت نور میرن اون یکی دنیا.
دوستان در سری بعد قرار درباره این موجودات بهتون میگم و رازهای درباره این موجودات و اینکه چقدر باهوش و دانا و زیرک هستن. خب دوستان اول بریم بیرون، اول اینا من بکنم. و دوستان اون سفیدی که الان شما دیدین همون گسته، اصلا ندر، اصلا این دنیای جهنم اصلا به اون معروفه، به اون موجود سفید. حالا الان ما میریم خونمون. و بله دوستان همونطور که گفتم وسط ناکجا شما اسپام میکنه و این اصلا خوشایند نیست. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.